دوستان سلام به روی ماه تک تکتون. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. همچنان که جلسات بیس هستیم، خیلی خوشحالم و واقعا امیدوارم که تا اینجا با هم پیش اومده باشین، تا اینجا یک کوچولو هم حتی اگر تونسته باشم به دونسته هاشون به اینکه یک جرقه‌های کوچیکی توی ذهنتون بخوره اضافه کرده باشم. خیلی خوشحالم بابت این. و تا اینجا ما جلسات بیس رو پیش رفتیم، براشین پوش و ویو رو گفتیم و این جلسه میخوام که در رابطه با یک موضوع خیلی مهم، خیلی لذت بخش، اصلا حال خوب کنه، یعنی خیلی حال میده وقتی که درست انجامش بدیم. میخوام که در رابطه با کرلی کردن صحبت بکنیم. همه مباحث تئوریشو میگیم، بعد میریم سراغ عملیش. توی این جلسه در رابطه با کرلی با اتومو صحبت میکنیم. میدونیم که کرلی رو هم میشه با اتومو زد، هم میشه با بابلیست یا دستگاه موپیک زد، اما چون خارج از صبر و حوصله میشه این جلسه میذاریم در رابطه با اتومو صحبت میکنیم. جلسه بعد، حالا جلسات بعدی، در رابطه با بابلیست صحبت میکنیم. فقط اینم بگم که کرلی با اتومو انواع و اقسام مختلف داره. باز دوباره امکانش هست که تعداد جلسات و تایممون طولانی بشه. میایم یه کاری میکنیم توی این جلسه کرلی صحیح رو میگیم، بعد مثلا جلسات بعدی کرلی های متفاوت اسم و رسم و ایناشون هم میگیم. اول بریم در رابطه با کرلی کردن با اتومو صحبت کنیم. همونجور که اولش گفتم خیلی لذت بخشه ولی نیم بیسه، یعنی اینکه شما اگه یک کرلی خوب بزنی، خوب مشتری ازت کرلی میخواد، بعد از براشینگت، بعد از کوپت، بعد از رنگت، یه کرلی یه مشتری مثلا میگه کلا من کرلی میخوام، یا نه میتونه بیس یه شینیونتون باشه، یا نه حتی شما با اتومو میتونید پف ریشه بگیرید، اصلاح بکنید، بزیده کنار موتون رو میتونید دیگه. براتون بگم کرلی‌های انواع و اقسام مختلف بزنید. ببینید استاندارد ترین بیس کرلی ما کرلی که با شماره 25 بابلیس میزنیم. بابلیس یا دستگاه موپیش که خب با برندش میشناسیم، یعنی بابلیس برند دیگه مونده روی این دستگاه، ما بهش میگیم بابلیس. مشتری وقتی میاد زیر دستتون از اصطلاحاتی مثلا کرلی، نه بچه‌ها، کرلی یعنی اسپل انگلیسیش میشه CURLY. اگه درست بگم آره درسته، میشه کرلی. مثلا میگه دوستان موهام ویو داشته باشه، یه موجی داشته باشه، نمیدونم میخوام موهامو فر کنم، میخوام موهامو حالتدار بکنم، میخوام موهامو آیرون بکنم. آیرون میشه همون کلمه انگلیسی یا مثلا معنی انگلیسی آیرون میشه اتومو، اینجوری بهتره بگم. کلا اینا رو که میگه یعنی میخوام موهاشو فر کنه دیگه، به اصطلاح خودمون میخواد موهاشو فر کنه. ما 90 تا 95% موها رو به جرئت میتونم بگم که ما کرلی با اتومو میزنیم. خیلی کم پیش بیاد که از بابلیس استفاده کنیم. چند تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که سرعت عملمون توی کرلی با اتومو خیلی بیشتره. تایمی که برای بابلیس بذاریم که اون سرد بشه، ما برای اتومو اینو نداریم. و اگر که کرلیتون رو درست انجام بدید، به زاویه، به موادی که بعدش استفاده میکنید، دیگه به اینکه جنس مو رو بشناسید، چه تیپ کرلی برای اون مو مناسبه و باز نمیشه، همه جوانب مو رو بسنجید. کرلی میتونه، اون کرلی با اتومو میتونه 3 تا 4 روز ماندگاری داشته باشه. خیلی از ما برامون پیش اومده مثلا یه مشتری میاد که مثلا چهارشنبه یا پنجشنبه میاد کرلی میزنه، تا شنبه یک شنبه اون کرلی رو داره. نمیتونم بگم به فرشی همون اولش و خوشگلی همون اولش میمونه، نه این دروغه. طرف میرقصه، میخوابه، کف سرش عرق میکنه، توی هوای شرجی داره زندگی میکنه، اما فر لخت یا باز یا وز نمیشه. وقتی مشتری موهاشو شونه میکنه باز اون خوشحالتی خودش رو داره. کرلی با اتومو به هیچ عنوان از هیچ مواد و ابزاری ما استفاده نمی کنیم قبلش، اما یه سری استثناءات هست که برای بیس شینیون کرلیا میشه. یه سری استثناءات هست که خب حالا اون استثناءات سر جای خودش میگیم. با کرلی با اتومو دستتون خیلی بازه، میتونید انواع و اقسام کرلیایی که با بابلیس میزنید با اتومو بزنید. همونطور برای بابلیس هم همینطوری، چیزایی که با اتومو میتونید میتونید با بابلیس هم بزنید. دیگه عرضم به حضورتون برای استفاده کرلی یا شروع کرلی با اتومو، بازم دوباره اینو میگم، برای اینکه سلامت مو حفظ بشه، برای اینکه سلامت دستگاهتون حفظ بشه و برای اینکه کرلی نچرال تری داشته باشین، از مواد و ابزار مثل آدامز، مثل تافت، مثل چسب، مثل استری وکس، یا اینا رو جلوی دونه میشناسید، از چیز خاصی ما استفاده نمی‌کنیم. تمام زوممون روی اینه که کرلی خوشگلی بزنیم. خب دستگاه اتومو یه دستگاهی که اگه خوبش رو بخرید به مرور زمان میشه یار وفادارتون، یار غارتون، همه جا باهاتون هست. من چیدم دستگاهم، اینه، این یار وفادار منه، برند رمیگتونه.
من فکر کنم اینو سال 93 یا 94 اینو من خریدم، دقیق یادم نیست، فکر کنم 800 900 یه همچین قیمتی خریدم. دستگاه خیلی خوبیه، یعنی انقدر این بچه کتک خورده زمین افتاده ولی هیچ چیش نشده، فقط یه چند باری که خب سیمیمش آب شده و اینا واسه دیگه سیمیمش آب شده یا اتصالی پیدا کرده، فقط سیمش عوض شده و الا اتفاق خاص دیگه ای براش نیفتاده. دستگاه اتومو برندهای خیلی خوب، برند رمینگتون، پرومکس، جفریسی، الچیم، بابلیس پرو الچیم یا الچیم پرو یا بای بابلیس یا بابلیس نانو جزو دستگاه‌های فیکن. اینا دستگاه اورجینال نیستن. در اتوموی لیز برای اینکه با اینکه بیشتر برای کراتین استفاده میشه، اما اگر قلق اون اتومو دستتون بیاد خیلی راحت میتونین برای چیزام استفاده کنین، کرلی و شیمیون هم استفاده کنین. جفریسی هم همینطور، نمیدونم گفتم نه، جفریسی هم خیلی دستگاه خوبیه. جفریسی هم یه کوچولو قدرت حرارتش زیاده، یعنی برای هر نوعی شما نمیتونید استفاده کنید. چرا اینو میگیم؟ چون که حرارتش وقتی زیاد میشه یه رد زردی روی مو میندازه، مخصوصا اگه اون مو همون وقت کلورو شده باشه، رنگ شده باشه، یا مویی که مثلا بعد از رنگسازی شسته نشده. مثلا طرف پنجشنبه میخواد بیاد مثلا مشتری شما بشه، چهارشنبه موهاشو شسته رنگسازی کرده، رنگسازی خیلی بلند و روشن درجه حرارتتون رو یه کوچولو بیارید پایین. بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اتومو یا دستگاه‌های برقی، مثلا شما اینو که میخری، نوع که میخری میای روی 190 استفاده میکنه، 190 درجه یا 200 درجه استفاده میکنه، اما بعد از چند سال که ازش کار میکشی اون انتقال حرارتش، حالا ترموستات اسمش هرچی که هست، کیفیتش میاد پایین، سرعتش میاد پایین‌تر، شما مجبوری که ناخودآگاه از درجه حرارت‌های بالاتر استفاده کنید. صفحه های اینا اینی که من دارم و مرسوم ترین چیزی که توی بازاره، صفحه هایی که سرامیکن، یعنی روکششون روکش سرامیکه، جزو مرسوم ترین چیزاست. تفاوتش با اون خیلی قدیمه که الان فکر نمی‌کنم دیگه توی بازار باشه، اینی که مثلا اونجا یه کوچولو وسطش داغ میشه، این کلش داغ میشه. اونها امکان سوختن و کس خوردن مو خیلی زیاد بود. اینو اگر درست استفاده بکنید و بدونید باید چیکار بکنید، این امکان خیلی میاد پایین‌تر. بعد دیگه ارزم به حضورتون مثل همه دستگاه‌های برقی دیگه باید سیم گردون داشته باشه، سیمش 2.5 تا 3 متره، یه دکمه آن و آف داره، درجه حرارت داره که اصولا اکثر اتومو از 150 درجه شروع میشه تا 230 250 درجه هم میره. بنا به جنس موتون تصمیم میگیرید که از چه درجه حرارتی استفاده بکنید، ولی این چون چند سال کار کرده است، من هیچ وقت حتی برای سولاریان زیر 190 درجه، زیر 200 درجه استفاده نمیکنم، چون هیچ کاری برای من نمیکنه. فقط برای موی مصنوعی که من درجه حرارتش رو میارم پایین‌تر، اونم خیلی کم پیش به موی مصنوعی رو با اتومو بزنید. دیگه عرضم به حضورتون این که برام بعدیش هم بگم. بعدی این میشه این دستگاه جفریسی، برگه باز شد، دستگاه جفریسی، اینم یه سیم 2.5 متر 3 متری داره، دستگاه خیلی خوبیه. بعد تفاوتش با اون دستگاه اینه که اینا چون وارداتی هن، یه سریع تبدیل مثلا چیز هست، شارژرهای اپل خودمون هست، مثل اوناه. بعد از این بکنم 2 شاخه بشین، از اینا میگیریم میزنید و استفاده میکنید. درجه حرارتش به فارنهایت، یعنی 450 درجه است که به مال مثلا سانتیگراد هم فکر کنم میشه 230 درجه فکر کنم. بعد سریع این سریع سنگه، پس ما اولی که شناختیم سریع سرامیک بود که میشد، بعدیش میشه سریع سنگ، یعنی این صفحه اصلی این سنگ خیلی خوبه، خیلی خوبه. برای چه موهای اینا استفاده میشه؟ گفتم درجه حرارتشون بالا، برای موهایی که مثل آفریقایی، وزای آفریقایی دارن، وزای خیلی سنگین دارن، فرای خیلی ریزی دارن و با سشوار پسش بر نمیاد، از این استفاده میکنه. این خیلی بهتون کمک میکنه. اینم یه دکمه آن آف درجه حرارت داره و تمام، اینم خیلی خوبه. ولی من همه موها رو خودم ترجیح هم اینه که با رمینگتون برم، یعنی اگه اونا رو نمیتونین بگیرید همینو داشته باشین. کلا من هدفم اینه که بگم بهتون یه دونه دستگاه اتومو داشته باشین، اما یه چیز خوب داشته باشین. خب اینم که خیلی خوبه، خیلی خوبه، بابلیس پرو
خیلی خوبه. این واقعا دستگاه خیلی خوبیه. صفحه اینم میشه تیتانیوم. پس ما یه سرامیک گفتیم، یه سنگ گفتیم، اینم تیتانیومه. اینم خیلی دستگاه خوبیه، فقط قدرتش خیلی بالا، یعنی خیلی زود داغ میکنه که میشه جزو نقاط ضعفشو. یعنی تمام این جای دست من اوایل که خریده بودم ناشی بودم، مثلا نمیتونستم ازش استفاده کنم، همه جای دست منو میسوزه. خیلی زود داغ میشه، با اینکه یه صفحه حالت محافظ طور اینجا هم داره که نگهش دارید، ولی باز خر که میشه دیگه خیلی داغ میشه. درجه حرارت اینم از 150 شروع میشه تا 230 درجه. اینم خیلی عالیه، خیلی خوبه. من میگم که یه چیز داشته باشین، خیلی خوب داشته باشین. پرومکس هم جزو راست اتوموهای خیلی خوبیه. رمینگتون همه لاینایی که داره به درد کار شیمیان نمیخوره. یه سری لایناشه برای شیمیان خیلی خوبه، یعنی بخرید مثلا این 6-7 سال دارینش، راحت دارینش. من لایناشو با مثلا چیز مدلاش براتون مینویسم، عکساشم براتون میکنم. اگه خواستید تهیه کنین، اینم یه راهنمایی میتونین از اون تهیه کنین. اینم توضیحات تئوری که باید در رابطه با کردی کردن می‌رسیم. بریم ثریا رو کردی کنیم. فقط اینو بهتون بگم که توی این جلسه بیشتر زوممون روی اینه که ما کردی صحیح رو یاد بگیریم. اینکه حالا درگیر اسم و رسم و انواع و اقسام مختلف کردی بشیم، سعی می‌کنم هر کدومو توی جایگاه خودش توضیح بدم. بریم سراغ ثریا. دوستان، ثریا رو که یادتونه ثریا مو بلنده سشوارش کردیم، هیچی نداره، همون سشواره که اون سری جلسه اول با هم دیگه زدیم. یه چیز حدودی گوش تا گوش ازش جدا میکنم، میذارم کنار. میریم سراغ کرلی کردنش. خب دوباره تقسیم بندیمون، خطمون حتما صافه. نگاه کنید، خطمون، تقسیم بندیمون حتما صاف. میذارمش بالا. خب اتومو رو وقتی میزنید توی برق، یه حالت این مدلی داره که یعنی توی برق روشنش میکنید، روشن میشه. روی 190 این روشن شد. درجه حرارتش رو میبرم بالا. گفتم تا 200 برای ثریا تا 200-210 هم میتونم ببرم بالا. خب تا زمانی که چراغ چشمک زن داشته باشه، میبینید تا زمانی که چراغ چشمک زنه، یعنی اینکه این درجه حرارت ثابت نیست. همون موضوعیه که گفتیم چیز میشه، به مرور زمان مثلا کیفیتشون میفته. توی نقد این دستگاه بخونید میگه تا 17 ثانیه داغ میشه، ولی الان که دیگه بعد این همه ساله مدت زمان بیشتری. خب شروع میکنیم به کردی کردن. اولین قاعده های کردی من بهتون بگم. اولیش این بود که خط تقسیم بندیمون صافه. دومین قاعدهش اینه که عین همه کارهایی که تا حالا کردیم، مو سر جای خودش کردی میشه. این مو سر جای خودش، این مو سر جای خودش، این مو هم سر جای خودش، هر کدوم سر جای خودشون. این میشه خط افقی. ببینید خوابیده میشه افقی. وقتی که ایستاده است، خودمون وقتی ایستادیم میشیم عمودی، این خط میشه خط افقی. شما میتونید یا توی عرض یعنی افقی بیشتر بردارید، یا توی طول عمودی بیشتر بردارید. اگر دوست دارید که چیز باشه، زودتر تمام بشه، یا مدل کرلی متفاوتی میخواید. اما کرلی استانداردترین مدلش اینه که هر موی سر جای خودش کرلی بشه. دومین قاعدهش اینه که تحت هر شرایطی مو رو شونه میکنید، مخصوصا این ثریا. خب من اینا رو بزنم بالا که راحت بتونیم ببینیم. میخوام این مو رو کرلی کنم. اتوموم روشن، درجه حرارتم هنوز ثابت نشده، ولی برای ثریا بسته. زاویه‌مو تا جایی که میتونم به زاویه‌ای که براشین کردم، یا به زاویه‌ای که مثلا حالا اگر نیاز بوده مثلا توی ریشه ویو کردیم، به هر زاویه‌ای که بوده از قبلش حفظش میکنم. یعنی من اگر اینجا رو زاویه 90 درجه دادم، زاویه 90 درجه. خب ببینید اتومو رو باز میکنم، مو رو میذارم بین اتومو، نه جلو میذارم خیلی، نه عقب، چون امکان اینکه از اینجا یا از اینجا در بیاد خیلی هست. خب هیچی هم به مو نزد. از ریشه میام، یه کوچولو صاف حرکت میکنم، از جایی که میخوام بشکنه دستمو نیم دور میشکنم و میام پایین. برای انتهای مو که سوال باشه چی کار کنی، فکر کن هنوز مو داری میری، خاموش.
این میشه متداول ترین نوع کرلی، یعنی شماره 25. دوباره اگه از اول تمیز کار کنیم بعد گیر تمیز کار کردن نیست. چون این مو خیلی خورد داره، من همه خوردهاشو به هم میچسبونم، دهنه اتو رو باز میکنم، میذارم دقیقا وسطش، از ریشه میام، از جایی که میخوام بشکنه یک کوچولو این دستم میگردونم، مو رو میندازم ادامهش. ببینید میام انگار مو ادامه داره، رهاش میکنم. خب توی ذهنم سر رو به 2 قسمت تقسیم میکنم، به سمت از راست به مرکز سر، از چپ به مرکز سر. خب این دوتا مدل گرفتنش جوری بود که اومد به مرکز سر، این طرف هم قطعا باید 2 بشه که عرض سر رعایت شده باشه. شونه میکنم. حالا مدل اینجوری بود که بره به رو، ببینید بذارین بگم، ببینید این سرده دیگه، با این میخوام و اتومو حالتش به رو بود و به مرکز سر. خب حالا میخوام به سمت مرکز سر و به رو بزنم. شونه میکنم مو رو میذارم بین اتو، میپیچونم به مرکز سر. دوباره میرم. به هیچی فکر نکنین، همه رو من توضیح میدم، الان فقط به اینجا نگاه کنین که صحیحش چیه. از ریشه میام، رد میشم، از جایی که میخوام بشکنم یه نیم دور میرم با این دستم. اینجاش نگرفته بود، از پیچی که نگرفته بود دوباره. متوجه شدین؟ این شد که خب از راست به مرکز سر، از چپ به مرکز سر، از راست به مرکز سر، از چپ به مرکز سر. قاعده بعدی کرلی اینه که تا زمانی که داغه خیلی دستکاریش نمی‌کنه. یک مو وزن میکنه، 2 اینکه حالت خوشگل بودنش رو از دست میده. میریم مرحله بعدی. دوباره این مو پروسه است، همین الان شونش کردم قبل اینکه اصلا بیایم سر جلسه. خب خط تقسیم بندیمو ترجیح میدم که صاف باشه. خب توی ذهنم سر رو به 2 قسمت تقسیم میکنم، یه چیز حدودی. میبینید چقدر موز خورد میشه. خب دوباره شونه میکنم، هر موی سر جای خودش. اتومو رو باز میکنم. این که الان اتوموی من از اینجا میاد یا اتوموی من از اینجا میاد، من چون چپ دستم این مدلیه، برای سمت چپ که میرم از بالا میاد. شاید شما تو چه راست چه چپ اصلا هر دو رو از پایین بیاید و راحت باشید، مشکلی نداشته باشه. شاید 2 تا رو از مثلا از بالا برید، اصلا هیچ فرقی نمیکنه، ولی فقط به شکست دستتون، به این که نیم دور باشه یا 1 دور. ما این 2 تا رو نیم دور رفتیم، الان این یکی رو 1 دور میرم. دوباره از ریشه میام، ببین این نیم دور چرخیدم، 1 دور دیگه چرخیدم، شستم زیر بود اومد شد 1 دور. ببین اینم برم. ببینید توجهتون به شکست دستم باشه، به این دستم توجه کنید که اتو روشه. ببینید از ریشه میرم،
از جایی که میخوام بشکنه این نیم دور، دوباره یه نیم دور دیگه میرم یک دور. ادامه مو نترسید چیکار کنیم. اول که رهاش نمی کنیم، دومنم این که انگار ادامه داریم. این شد چی؟ حالا میریم مقایسه. این کرلی نسبت به کرلی زیری که نیم دور بود، این نیم دور بود، منگولاش به هم از هم بازتره. خب این یک دوره منگولا به هم چسبیده تره، پس در نهایت قد این بلندتر از قد اینه. فر این به هم چسبیده تره، چه این حالا این. بیا ببین این از اینجا شروع شد، این از بالاتر شروع شد، این از جایی که فر بعدی شروع میشه پایینتره، این بالاتره. اوکی؟ هیچ کدوم زش یا هیچ کدوم اشتباه نیست. باش به شکست دستتون شما مدل های مختلفی توی کرلی دارید. من عقیدم اینه که برای همه موها اگه یه مدل کرلی هم بزنید باز مختلف میشه، چون فرم سر قاعده سر متفاوته. ببینید وقتی بهتون میگم خط تقسیم بندیم صاف باشه یعنی حتی این حالا که مستطیل دور و برش حالت زیگزاگ نیست. بعد من رویش موی من اینجاه، نگاه کن رویش موی من اینجاه، از ریشه میگیرم یه نیم دور میپیچم، این فره بیا، این فره بازتری نسبت به این یه دور بود، این نیم دور. دوباره یه دور دیگه برم، ببینید میگیرم نیم دور. این دست من همیشه عادت داره که من خودم عادتمه ادامه مو رو میگیرم، قاعدش از دستم در. ببینید این کرد، این نیم دور، این یه دور. فر این اینجا تموم شد، فر این اینجا شروع شد، این یکی پایین تر شروع شد، قد موی این بلندتر نسبت به اینه. شاید تو میل باشه ها، ببینین توی میل تفاوتشه، اما اون تفاوت وجود داره. خب میریم سراغ این که این کرلی ما باید چجوری تمیز کنیم و چیکار بکنیم. مثل همیشه چون که قراره از تافت استفاده بکنیم یه کوچولو کرم برمی‌دارم، کرمی که به دستم میزنم الان برند برکلی مثلا، یه کرم مثل برکلی مثل من، ببینید. بعد من چون کف دستم اگزمای شدید داره یه کوچولو کرم بیشتر میزنم چون خشکه. ببینید کف دست من الان دیگه چربه. چرا این چربیه داره؟ برای اینکه میخوام اینجا به بعد از تافت استفاده بکنم. خب تافت چجوری میزنم؟ میخوام وز این مو رو بگیرم. به چند تا حالت میزنیم، هیچ فرقی نمیکنه از کدوم، من همه رو میگم. شما تافت رو سفت تکون میدید، به حالت گردی زدن برای پوش یادتونه میگفتیم. خب به جهت وز تافت رو میزنم، نگاه کنین دوتا انگشتم میذارم شروع کرلی، حالا مو رو شونه میکنم. با این دستم وزوزی های مو رو میگیرم. یه فر ماندگار و تمیز دارم. نسبت به این فرای دیگه اگر تو ویدیو مشخص باشه دیدید که این چقدر خورد داره موها. مدل بعدی چیه؟ مدل بعدی اینه که مو اونقدر وز نداره. خب من میام یه کوچولو تافت میزنم، با انگشتام شونه میکنم، دوتا انگشت این دستمو میذارم عین حرکت اتو میذارم میذارم شروع شکستم، با انگشتای این دستم که کرم داره و یه کوچولو چربی داره وزوزی مو رو به کمک تافتی که از قبل زدم به هم میچسبونم. پس چی شد؟ فرض میگیرم تافت داره، ببینید چه فرض بگیرم میزنم، ببینید به تعداد بالا اگه برای ماندگاری به تعداد بالا، اما چه سادم که به هیچ عنوان خیس نمیکنه. دستم هنوز چربیشو داره، این دو تا انگشتمو از این دستم، چرا؟ چون کرلیم به این سمته، میذارم روی شروع شکست مو، تمیز میکنم، هم با انگشتام شونه میکنم، من که ناخنام بلند نیست پادزی، هم شونش میکنم، هم این خورده موهایی که
میخوام به هم بچسبه رو میچسبه. دارم کارمو درست انجام میدم. چرا؟ چون کرلی توی قاعده خودش داره میاد. کار غلط اینه که شما کرلی این دستی زدی، اصرار داری این مو رو بیاری این وقت، نمیشه خب دیگه. اوکی؟ یا یه کار دیگه هم میتونید بکنید، یه تافت خیلی کم بزنید یا اصلا تافت نزنید. یه سری مو اگه یه موی مثل این بود من لایه لایه تافت نمیذارم، آخر سر تافت میذارم. ببینید انگشتتون رو میذارین دور مو، بذارید با این دستم انگشتام میذارم دور مو میام پایین. ببین انگشتام میذارم دور مو میام پایین، توی لولش انگشتم هم میچرخه. ببینید اوکی، فرتون ترتمیزتر میشه. خب این شد از کرلی با اتومو. تفهیم بود؟ خوب شد؟ خوشگل شد؟ حتی شما میتونید این کرلی رو بعد از اینکه مثلا همه مو رو زدین میتونید اجازه بدین مثلا سرد که شد تمیزش کردین میتونید شونه کنید. اما برای شونه کردن چند تا قاعده هست. اینکه خیلی مو رو پر تافتش نمیکنین از قبل، چون بعد گره میخوره و به هیچ عنوان بدون شونه کردن نمیرین، چون امکانش هست که پای ماینای مو گره خورده باشه، بعد هی مجبورید شونه رو بکشین گره باز بشه، موها از بالا باز میشه.